پلنگه چش قشنگه اومد. یعنی بسیار دم پزشکه، اما اگه گفتین چیکار است یه جایزه پیش من داره. اوه هولش این تو گفتن. بگو مانکنه. تو استانبول هرکی هیچ کاری نداره مانکنی میکنه. خب شغل دندون پزشکی هم پول داره، هم نون داره، هم خیلی خوبه. روژای صورتی هلویی بزنه، چون رنگ پوستش گفتم مثل زهراست، رنگای کالباسی نه گوشتی، یعنی یه ذره خوندار بزنه بسیار خوشگل میشه. البته دختر خوشگل یه سایه بزنه، سایه یه ذره تیره که عسلی بودن چشمش به قول چیز کی بود پارتنرش، چشش سگ داره، اسم پارتنرش هم یادم نمیاد. خیلی دوست دارم بهش پیشنهاد میکنم قطعیاً لیت دندوناشو عوض کنه. بسیار بده، جذابیت چشش و خندش و دندوناش از بین میبره. گاهن حالا احتمالاً از زهرا قرض میگیره یه رژ تیره بنفش مرده، بنفش توسیه، ما بهش میگیم بنفشای خاکستری، میزنه به صورتش نمیاد چون چش روشن داره، موی تیره، پوست برنز عین زهرا. هرچی رژای شایندار روشن بزنه بسیار خوشگل میشه. راجع به لباس پوشیدنش هم تاپ تابستونه، تاپ نخیه این چنینی تابستونه است. اون دامن سفید، حالا تترون باشه، لنین باشه، اینا در واقع پارچه‌های تابستونیه. با بوت ست کردنش به نظر من درست نیست. کاش که یه ذره تاپ و دامن بافتدارتری انتخاب می‌کرد. لباس پوشیدن کانسپت خیلی مهمه. دارید میرید دیت در یک ویلایی که قراره یک سری پسری رو ببینین که حالا قرار عشق زندگیتون بشن، یا اصلا رول اینو بازی کنین که عشقته و با اون رول بازی کردن تو صاحب یک پولی جایزه بشین. بعد بپرسی من به کجا دعوتم؟ به پیست اسواری دعوتم، یات دعوتم، ویلا دعوتم، نمیدونم خونه دعوتم، پنت هاوس دعوتم، باغچه دعوتم. طبق اون کانسپت لباس ببرید. با اون اجباری که اون هم باید جلوش وای میستادید. سور ایرانی چجوری اینجا داریم سر یه پسر هم دیگر پاره میکنید؟ اونجا تو کارگردان با منطق عکسشون بده، ویدیو نشون بده از استایلای قبلی، عکس نشون. همتون مانکنین که بگو من اینو با این ست کردم، اینو با این ست کردم، اینو با این میتونم ست کنم. ایده بدین، مبارزه کنین. بعدتون میگین ما مدلیم. تو مرتر یه دونه بالا و پایین میکردین، تو نشانتشی بالا و پایین میکردین، عکستون، استوریاتون، پیجتون رو نشون میدادین. 4 تا اسپانسر لباس پیدا می‌کردین. دمتون گرم. خسته نباشین، موفق باشین.